سلام عرض میکنم به محضر همه خانم ها و آقایان و تشکر میکنم از ریاست محترم مرکز سعدی پژوهی جناب آقای دکتر کوروش کمالی سروستانی که این وقت رو در اختیار بنده گذاشتن. موضوع سخن من مجازات به احترام عدالت از نگاه سعدی و کنفوسیوس است. اما قبل از اینکه عرایض خودم را آغاز کنم یادآوری میکنم که من در این نشست، در این گفتار، نه با سعدی شاعر و نه با سعدی عاشق و نه با سعدی احیانا عارف، با هیچ یک از این سه سعدی کار نخواهم داشت. من صرفاً به سعدی حکیم، سعدی که حکیم اخلاقی بود خواهم پرداخت و یادآوری میکنم که همه حکمای اخلاقی، همه فیلسوفان اخلاق به هر حال کم و بیش دستگاه یا نظام اخلاقی مختار خودشون رو داشتن. به واقع تمام فیلسوفان اخلاق، تمام حکیمان اخلاقی، همه اینها سعی میکردن به این سه پرسش مهم درباره اخلاق پاسخ بگن و پاسخ اینها، پاسخهای اینها روی هم رفته دستگاه اخلاقی اونها رو میساخت، نظام اخلاقی اونها رو پدید می آورد. پرسش از ملاک زندگی اخلاقی، پرسش از معیار زندگی اخلاقی و پرسش از محور منظومه فضائل اخلاقی. وقتی پرسش میکنیم از ملاک زندگی اخلاقی، به واقع پرسیده ایم که چرا باید اخلاقی بزیم؟ آیا ضرورتی داره اخلاقی زندگی کنیم؟ آیا واجب است اخلاقی بزیم؟ و اگر اخلاقی زیستن ضروری است، اگر اخلاقی زیستن واجب است، اون وقت سوال اساسی اینه که با کدام دلایل، با کدام توجیهات، دلایلی که به نفع زندگی اخلاقی وجود دارند کدام دلایلند، توجیهاتی که به نفع زندگی اخلاقی وجود دارند کدام توجیهاتند. چندان که بعضی فیلسوفان، بعضی متفکران معتقدند دلیل و توجیهی به نفع زندگی اخلاقی وجود نداره، بلکه دلایلی علیه زندگی اخلاقی در دسترس است، و بعضی فیلسوفان هم معتقدند که نه، دلایلی، توجیهاتی به نفع زندگی اخلاقی در دسترس است، وجود دارد و ما با این دلایل قانع میشیم اخلاقی زندگی کنیم. اما فرض کنیم که ما قانع شده ایم اخلاقی زندگی کنیم. اگه ما قانع شده باشیم با دلیلی، با دلایلی که فیلسوفان موافق زندگی اخلاقی عرضه کرده‌اند، اگه با اون دلیل‌ها، با اون دلایل و توجیهات قانع شده باشیم اخلاقی زندگی کنیم، اون وقت پرسش دوم این خواهد بود: ملاک زندگی اخلاقی چیست؟ من با کدام متر و معیار فضائل رو از رذائل تمیز بدم؟ با کدام ترازو فضائل رو از رذائل تشخیص بدم؟ و این پرسش بسیار مهمی است، چندان که در جهان اسلام مثلا معتزله عقل رو معیار زندگی اخلاقی میدونستند و در مقابل اشاعره شرع یا دین رو معیار زندگی اخلاقی معرفی میکردند. به باور معتزله خطکش ما برای جدا کردن فضائل از رذائل عقل است و به باور اشاعره خطکش ما شرع یا دین است. از شریعت بپرس، از دین بپرس چه فعلی، کدام فعل اخلاقی است، فضیلت است، و کدام فعل غیر اخلاقی یا رذیلت است. خب فرض کنیم که من هم به پرسش اول پاسخ گفتم، هم به پرسش دوم پاسخ گفتم، هم ملاک زندگی اخلاقی رو تعیین کردم و قانع شدم اخلاقی زندگی کنم و هم معیار خودم رو
اختیار کردم، با اون معیار فضائل رو از رذائل سوا کردم، جدا کردم، اون وقت نوبت به پرسیدن از فضیلت محوری یا محور فضائل زندگی اخلاقی میرسه. اینجاست که فیلسوفان عالم، حکیمان عالم، متفکران اخلاقی به دو گروه بزرگ تقسیم میشن. اونهایی که طرفدار نظام اخلاقی عدالت محورند و اونهایی که طرفدار نظام اخلاقی احسان محورند. پس ما با دو نظام اخلاقی روبروییم، نظام اخلاقی عدالت محور، نظام اخلاقی احسان محور. خب این دو نظام اخلاقی چند تفاوت قابل توجه دارند و یکی از مهمترین تفاوت‌های این دو نظام اخلاقی، یعنی اخلاق عدالت محور با اخلاق احسان محور، اینه که به این موضوع مربوط میشه که من در قبال بدیهای دیگران، در قبال جرم و جنایتهای دیگران، اونها رو مجازات بکنم یا مجازات نکنم، انتقام بگیرم یا انتقام نگیرم. نظامهای اخلاقی عدالت محور منو مجاز به انتقام میدونن، منو مجاز به مجازات میدونن. حق مجازات، حق انتقام رو برای من به رسمیت میشناسن، تجویز میکنن، در حالی که نظامهای اخلاقی احسان محور از من میخواهند از حق خودم بگذرم، دست از انتقام بردارم، دست از مجازات بردارم. و همواره در طول تاریخ این دو نظام اخلاقی، یعنی نظام اخلاقی عدالت محور و نظام اخلاقی احسان محور، با یکدیگر رقابت کردند. مثلا اخلاق کنفوسیوسی اخلاق عدالت محوره، اخلاق زردشتی اخلاق عدالت محوره، اخلاق یهودی، اخلاق اسلامی، همه این اخلاقهای عدالت محورند. و خب به تعبیر جان رالز، فیلسوف اخلاق نسبتاً همروزگار ما، نظامهای اخلاقی عدالت محور عدالت رو فضیلت برجسته، فضیلت بی‌بدیل، رکن رکین زندگی اخلاقی میدونن، فضیلت ها میدونن. و رالز از این جهت عدالت در اخلاق رو با حقیقت در اپیستیمولوژی، در معرفت شناسی، با صدق در معرفت شناسی مقایسه میکرد. رالز میگفت همون جور که حقیقت یا صدق کانون توجه معرفت شناسی است، از این سو عدالت باید کانون توجه اخلاق و حوزه های اخلاقی باشه. ما رو دعوت به اخلاق، البته اخلاق به مثابه انصاف میکرد. اما نظام های اخلاقی احسان محور نظام هایی هستن مثل نظام اخلاقی بودایی، نظام اخلاقی مسیحی، نظام های اخلاقی عارفان سر تا سر جهان، خصوصا عارفان مسلمان، کسانی که ما رو دعوت به عدول از مجازات و پرهیز از انتقام میکردن. حالا پرسش اساسی اینه که نظام اخلاقی مختار سعدی نظام اخلاقی عدالت محوره یا نظام اخلاقی احسان محوره؟ خب وقتی ما به مجموعه آثار سعدی مراجعه میکنیم، بوستان، گلستان، بر حسب تقسیم بندی محمد علی فروغی، مواعظ، هم با
عدالت روبرو میشیم، هم با احسان روبرو میشیم. سعدی هم دعوت به عدالت میکنه، هم دعوت به احسان میکنه، چندان که در قرآن هم این دو با هم توصیه شدن. یأمر الله بالعدل والاحسان، ان الله، یا درسترش ان الله یأمر بالعدل والاحسان، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. هم به عدل توصیه میکنه، هم به احسان توصیه میکنه. سعدی هم همین جوره. وقتی به آثار سعدی مراجعه میکنیم، مثلا باب نخست از بوستان دعوت به عدل، باب دوم از همون کتاب دعوت به احسانه. در گلستان هم وضعیت همچنینه، در مواعظ هم قصه همینه و ما مدام عدالت و احسان رو در کنار هم در آثار سعدی میابیم. اما سعدی هم مثل سایر متفکران جهان در نهایت باید دست به انتخاب بزنه. نظام اخلاقی خودش رو یا باید عدالت محور طراحی کنه یا احسان محور. اینجاست که یک عبارتی از گلستان، باب 8 گلستان راهگشاست. اونجایی که سعدی میگه عفو کردن ستمکار، ناعادلانه رفتار کردن با انسانهای غیر ستمکاره. بخشودن ستمکار، بخشودن ظالمان، عادلانه رفتار نکردن با درویشانه. سعدی اینجا تکلیف ما رو روشن میکنه. از اینجا به بعد ما متوجه میشیم که نظام اخلاقی سعدی نظام اخلاقی عدالت محوره. سعدی دعوت به احسان میکنه، اما به باور سعدی ما باید احسان رو، محسن بودن خودمون رو با عادل بودن خودمون تنظیم کنیم. احسان رو باید با عدالت تنظیم کرد. اگر جایی احسان من با عادل بودن من تضاد و تناقض پیدا نکرد، حق دارم احسان کنم. اما اگر بین این دوتا تضاد و تناقضی پیش آمد، صد البته که من باید احسان رو با عدالت تنظیم کنم، نه عدالت رو با احسان. و در این راستا به زیبایی و در کمال حیرت میبینیم که بین چین و ایران، بین سعدی و کنفوسیوس در افق فرازمان گفتگو برقراره. از قضا سعدی نظیر کنفوسیوسه و کنفوسیوس نظیر سعدی است. کنفوسیوس حکیم اخلاقی چین باستان هم مثل سعدی باور داشت ما باید احسان رو با عدالت تنظیم کنیم. وقتی به گفته های باقی مانده از کنفوسیوس مراجعه میکنیم، میبینیم کنفوسیوس حکیمی بود که به نظام اخلاقی عدالت محور اعتقاد داشت و معتقد بود و باور داشت ما باید با خاطیان برخورد کنیم، اون هم بر حسب عدالت. چرا که من اگر با آن که در حق من خوبی کرده همون جور رفتار کنم که با آن که در حق من بدی کرده و با آن که در حق من بدی کرده همون جور رفتار کنم که با آن که در حق من خوبی کرده رفتار میکنم، به اقتضاء عدالت رفتار نکردم، عدالت رو پایمال کردم. مثل معلمی که با همه شاگردان خودش یه جور رفتار میکنه،
به درس خوانها و درس نخوانها نمره مساوی میده. اگر من به درس نخوانها همون نمره رو بدم که به درس خوانها دادم، در حق درس نخوانها لطف کردم، اما در حق درس خوانها جور کردم، ناعادلانه رفتار کردم. اینجاست که کنفوسیوس از ما دعوت میکنه به اقتضاء عدالت رفتار کنیم و احسان رو با عدالت تنظیم کنیم و مراقب باشیم از حد و حدود عدالت عبور نکنیم و به گمان این که احسان میکنیم از عدالت عدول نکنیم. این نشون میده که همچنان که جان رالز گفته بود، هم نظام اخلاقی سعدی هم نظام اخلاقی کنفوسیوس هر دو نظام‌های اخلاقی عدالت محوری هستند که در این دو نظام اخلاقی عدالت رکن رکین یا فضیلت هاست. غرض من از مقایسه سعدی و کنفوسیوس اولا تفسیر اندیشه سعدی، رأی سعدی به کمک گفته کنفوسیوس بود. به گمان من ما وقتی سخن سعدی رو بهتر ادراک میکنیم، معنای اون رو واضحتر در میابیم که از گفته کنفوسیوس با خبر باشیم. و ثانیاً مایل بودم صحه بگذارم بر این مدعا که سعدی و کنفوسیوس شخصیت‌های نظیر هم، یکی متعلق به فرهنگ ایران و دیگری متعلق به فرهنگ چین باستانه، چندان که بعضی از اهل ذوق باور دارند سعدی قابل قیاس با متنبی شاعر عرب، قابل قیاس با شکسپیر شاعر و درامنویس اروپایی، و البته با کنفوسیوس قابل قیاس با کنفوسیوس حکیم چینی است. خیلی متشکرم.